آهای تویی که دلت میسوزه برای همه، یه چیزی یادت باشه، هر کمکی، هر محبتی برای هر کسی نیست. بعضیا فقط بلدن از آدم کار بکشن، نه قدر میدونن نه یه خدا خیرت بده گفتن بلدن. تو با نیت پاک میری جلو، وقت میذاری، اما اونا فکر میکنن وظیفته. زحمت تو حرمت داره، ارزش داره. اگه دیدی طرف قدر نمیدونه ادامه نده، چون اون دیگه خدمت نیست، سوء استفاده است. خدا گفته مهربون باش اما ساده نباش. محبت تا وقتی قشنگه که حرمتش حفظ بشه. وقتی ارزش ندادن، ادامه دادن اسمش حماقته، نه انسانیت. کمک کن ولی به اهلش، به اون که قدر میدونه، نه اون که طلبکار میشه. خدا خودش گفته من مزد هیچ کار نیکی رو ضایع نمی کنم. پس خوبی کن اما خودت رو خرج هر کسی نکن.